از حدود 100 سرنشین قایق فقط یک ایرانی زنده مانده. پسر بچه 11 ساله تک و تنها در میان 28 بازمانده این حادثه از دیگر کشورها. سلام خوبی؟ به ظاهر میخندد اما هنوز در بهت و ناباوری است. شوک حادثه‌ای که او را برای همیشه از پدر، مادر و خواهر 3 سالش جدا کرد. 100 متری سال بود، یه موج خیلی قوی با تمام قدرت ما رو پرت کرد اون کشه اون وسط دو نصف شد. من توی اون ورش گیر کردم، من پام گرفته بود میلش از طرف بالا رفته بود طرف پایین، یه تیزی داشت میله این همه بود. بند لباسم گیر کرده اون تو، بابا اومد بند لباس رو باز کرد، منو برد بالا که سرش خود به میخ، سر خود به میخ رفت زیر آب. بعد من یا عالم همونجوری دورتر می شدم. آرمین از این حادثه جان به در برد، اما مجبور شد هویت اجساد خانواده‌اش را خودش شناسایی کند از روی عکس‌هایشان. اولش که قیافه بابام که نگم گفت فکر کنم خوابیده، بعد مامانم دیدم بازم که نکنم خواهرام دیدم زدم زیر گریه چون فهمیدم خواهرم دهنش کف ریخته بود، دو تا چشش کبود شده بود، تمام بدن سیاه 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 کبود شده بود. فکر می‌کردین اتفاق بیفته؟ اصلا فکر کردم ما میریم استرالیا، عکسامو میفرستم، میرم مدرسه، دوستای خیلی خوبی پیدا میکنم. فقط از این فکر را بسنم. از رویای سفر به استرالیا برای او تنها یک کابوس مانده و زخمی ماندگار. همش تو خوابا میاد. چی میاد؟ چی میبینی از خوابات بگو؟ زیاد یادم نمیاد ولی مامانم میگه گریه نکن گریه نکن همه چی درست میشه. بابام یادم نمیاد ولی خواهرم همش میاد میگه آرمین گریه نکن، آرمین گریه نکن، تو میری ایران گریه نکن. او تنها یک نمونه از بازمانده‌های ده‌ها قایقی است که هر سال غرق می‌شوند. احساس میکنم نمیدونم چرا بگم، انگار داره اتفاقای قبل واسم تکرار میفته، یهو قلبم میگیره، خیلی بد میشه. غروب از راه میرسد و آرمین در آرزوی رفتن به ایران. او با کمک نمایندگان سازمان ملل اقوامش را پیدا کرد. اشکاتو پاک کن، اشکاتو پاک کن، اشکاتو پاک کن.